شاید بعض اعضای شوهرش را مراد رجل اما شوهرش مراد است. خب مرد بیگانه ششتن چه که تنه چیزش اجازه نیست که لمس شود دست بخوره. خب زنکه با کسی ازدواج کرده زن و شوی است. زن و شوهر باز اگه وقت با محبت و حسن معاشرت میتونه میزن شوهرش شستشو بکنه، دستش رویش یا پایش یا غسل بده به تناسب ازی که زنکم حائزه و ماهواره باشه. خوش آیا جایز است یا نیست؟ اخبرنا مالکون اخبرنا نافعون عن ابن عمر ان ابن عمر کان یغتسل جواریه رجلیه. بچه عمر صاحب بود میشستک، یغتسل یا تغتسل میشستک کنیزکی که داشت یا این که مراد از جواریه دو معناست. کنیزک داشت، خب کنیزکش خانمش میشه در اصطلاح، حلال است برش، یا دخترش باید گفته که جواریه جمع جاریه دخترچه کشان، دختر محرم پدرش است. چی را میشوش؟ رجلای دو پای حضرت ابن عمر صاحبه، کنیزکش خانمش میشد. و یعطینیه الخمرته و میداد زنکه کنیزکه برای حضرت ابن عمر صاحب چادرشم امو دستمالشه و هی حیضون در حال که امو جاریم که حیض داشتک. پس داشتن حیض لمسش به یک چادر ای چی نبوده، این نجس نبوده، اجازه بوده. مطلب از این رد بر بالا یهود و نصاراست. خب یهود زنی که ماهوار میشد میگفت پلید شده، کولی شده، پس شده، گفته اما در کنارش نمی نشست. بجای از این برسه که در لباس و در چادر و در غذا لمس زدن و در پای دستدن اصلا اجازه نبود. مثل یک حیوان در یک طبیله مینداخت، باز غذا و نانش از غار و سوراخ برش میداد. از خاطر اسلام دین زیبا آمد، گفت در حین ماهواری فقط جای مخصوص استفاده جایز نیست، دیگه مشکل نداره، نجس نیست. قال محمد، امام محمد رحمت الله میگه لا باس بذالک، هیچ گناه نیست، هیچ حرج نیست بذالک بچی به لمس کردن زن حائضه شوهرش را و به دادن دستمال و چادر هیچ مشکل نیست، گناه نیست. این قول ابی حنیفه رحمت الله است. اخبرنا مالک اخبرنا هشام بن عروه عن ابیه عن عایشه رضی الله قالت، این دلیل است. حضرت عایشه صاحب کنت بودم ارجل رأس رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما شانه میکردم موی مبارک رسول الله سلام را و انا حائض در حالی که من ماهوارم بودم. گسوان رسول الله سلام را شانه میکرد خانمش. حضرت عایشه صاحب میگه ما مریض ماهوارم قاعدگی هم داشتم، پس از این فهمیده میشه که نجس نبوده دختر و زن ماهوار شدگی. قال محمد رحمه الله بأس بذالک، بیم هیچ باکی نیست، هیچ تکلیف نیست، هیچ حرج نیست که شانه بکنه و بسر رو صورتت زن حائض لمس کنه، دست بزنه. بذالک و هو قول ابی حنیفه والعامه من فقهائنا، تنها گوپ بما نیست، تمام عامه از فقهای احناف تایید کرده که زن ماهوار نجس نهیه، خلاص هیچ مشکل نداره. لا باس بذالک، از این فهمیده میشه که اعضای زن حائضه پاک هستند. لا باس بذالک، هیچ باکی نیست به لمس کردن، به چادر دادن، به شستشو کردن پای مرد از طرف زن ماهوارش. پای مردی که زنش ماهوار هست بشویه و لمس بکنه و کرتا و ازار و چادر دستمال دست بزنه، هیچ مشکل نداره. لا باس گفتم از این کلمه فهمیده میشه که اعضای زن حائضه، اندام زن حائضه پاک هستند. وقتی که اعضای زن حائضه دسته که اعضایش هست، اعضای زن حائضه که پاک بود، از این رو هم آغوش شدنشم، در آغوش گرفتن از حائضم و در هنگام خود لمس کردنشم از بالای ازار هیچ مشکل نداره، هیچ کراهیتی نداره. از لا باس گفتم فهمیده میشه زن ماهوار پاک هست تمام اعضاش و با هم هنگام شدنشان، با هم آغوش شدنشان مکروه از سر ازار هم نمی باشه، هیچ کراهیت هم نیست که از سر تنبان در جانش باشه، جای شرمگاهش پود باشه، از زیر ناف تا زیر زانو در هنگام شدنش هم هیچ مشکل نداره. یک و همچنان فرو بردن درس در مایع
این ظرف، کل و کاسه، فرو بردن دستی زن ماهوار در داخل شی مایعات، این در داخل سطل آب، در داخل بیلر آب، در داخل آش و غذایی که میکشین اگر برود دست اونجا اگر برود هیچ مشکل نداره. یک. دو شد. سوم، و شستن سر شوهر هم و شانه نمودن موهای شوهر هم از طرف زن ماهوار هیچ بازم مشکل نداره. پنجم، پخت و پز زن ماهوار، خمیر نمودن زن ماهوار و غیره کارهایی که دست زن ماهوار بخورد، بولانی و آشک کردنش هم هیچ کراهیت نداره. حرام خو نیست، حتی انسان کرکم نکنه، زشتم نشمارد. حضرت عایشه زنها میگه من در آغوش رسول الله صلی الله علیه و خواب بودم، حدیث امام ترمذی رحمت الله است، اگه خواندین یا بخوانین. نه میگه سلالتو، میگه چه رقم لفظ حدیث است، میگه زم زیر لحاف از پایین پا همین تا خداواری کشیدم، خدا کشیدم در هم آغوش رسول گرامی خواب بودم، یک دفعه از بالای لحاف هم نه، از این پایین پا همین تا خدا کشیدم. رسول الله صلی الله علیه و گفت ها چه خیرت؟ گفتم که ماهوار امامت، نمیتوانم بر کنار پاک عزیز و مطهر شما ما با این ماهواری بخوابم. گفت نه، انسان با ماهوار نجس نمیشه، فقط کرسوف بسته شوه، اما تکه‌ای که مانی مثلا نجس کردن دیگه اعضا و دیگه پیراهن و تنبان است اونمو مانع شوه، اما تکه بسته شوه دیگه هیچ انسان چی نجس نیست، انسان ماهوار، انسان خوندیدگی. صحیح شد. پنجم مسئله، پسمانده آبی خواه، پسمانده آبی زن، پس خوردی زن، عرق زن نیز پاک می باشه. زنی که نمی ماهوار آب می نشه، پس خوردش، پس ماندش، زیر کاسش هم حلال، از مشکل نداره. اینجا باشه باب دیگر هم بخوانیم، باز دیگه تحقیقش هم میاد. باب الرجل یغتسل او یتوضا بسؤر المرأة، باب سوی در بیان غسل کردن مرد که یا وضو کردن مرد که به پسمانده زنش، زن آب نوشیده ده پسماندش مرد وضو میکنه، از آفتاب آب نوشیده زن که پسماندش شوهرش وضو میکنه، هیچ مشکل نداره. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه قال، ابن عمر صاحب گفت لا باس بان یغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، هیچ باکی نیست، گناه وجود نداره، حرج و مرج نیست، به این یغتسل که شستشو کنه یک مرد بفضل وضوء المرأة، با آب زیادی مانده زنکش در آفتاب وضو کرده، زیر آفتاب آب مانده دو وضو کنه، غسل کنه، هیچ مشکل نداره. ما لم تکن جنبا او حائضا، لیکن تا زمانی که زنکه جنوب نباشه، حائضه نباشه. لیکن اینجا نگین خواهی خب ابن عمر صاحب استثناء کرده، ایده از علما گفته این سخن حضرت ابن عمر صاحب اینجا متروک العمل است. در اوایل بود به فکر مفکوره اولش بود که ای گپ زدگی است، پسان ای گپ عمل نشده. پس علما گفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عایشه صاحب میگه که ما و انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم اغتسل غسل میکردیم و انا حائض، مثلا رسول گرامی میششتم من حائض بودم، و حادث و آثار تایید میکنه که لما لم تکن جنبا حائضا این متروک است. حضرت ابن عمر خو گفته قید به قیدی که به پس خوردگی و پس ماندگی زن وضو جایز، غسل جایز، لیکن همین زن کرده پس خورده امو زنی باشه که جنوب و حائضه نباشه. اینه هر رقم باشه جایز است. خلاص ستون خلاص شد. قال محمد رحمت الله بأس بفضل وضوء المرأة و غسلها، دیدی و سؤرها، هیچ باکی نیست به پس مانده وضوی، باقی مانده وضوی زنکه و غسل کردن به پس ماندگی زنکه و سؤرها به پس خوردگیش، پس مانده وضو، پس مانده غسل، پس مانده خوردگیش، کلگیش وضو کن. و این کانت جنوبا او حائضا، دیدی اگر چه جنوب حائضا باشه میزنه که چرا بلغنا رسیده ان النبی صلی الله علیه و کان یغتسل، دیدی امام محمد صاحب چی میگه؟ به ما رسیده که به تحقیق نبی علیه السلام کان بود یغتسل غسل میکرد، هو خود رسول الله السلام و عایشه تو رضی الله عنها و عایشه صدیقه زنها هم کتش بود. خب بود دیگه میشه حضرت عایشه صاحب چی بوده؟ پاک بوده. میگه نه من اینا این خب میشه که در یک ظرف نبوده باشه، هر که ظرفش علایده باشه، کاسه وضوش علایده باشه، سطل غسلش علایده باشه، میگه نه من اینا این واحد، از یک ظرف از یک
قشت غسل میکردیم. خب لیتنازعان الغسل جمیعا، چی میکرد؟ تنازع میکرد در غسل کردن اردوش. ای دست مینداخت او میگرفت سر خود مینداخت، او دست مینداخت تو بالا منازعه تا میکرد. اینه دوان واحد با سبقت دست انداختن و آب انداختن هم در یک جای کار میکرد. فهو فضل غسل المرأة الجنوبی. دیدی امی آب ذاتی آب غسل جنابت بود. این قول ابی حنیفه رحمت الله است. با او خاطر با گفتم چی است؟ با آب پسماندی زن و عرق زن نیز پاک می باشه. خوش و کنت ارجلو، این از این حدیث فهمیده میشه که زن حایزه پاک است و هیچ جای زن حایزه چی نیست؟ نجس نمی باشه بجز محل حیض. بجز محل حیض، اما محل مخصوص زنکه که از اونجا خون حیض میه، بجز محل حیض دیگه تمام اندام زن حایزه پاک است. اما محل که چکیدن خون وجود داره، اما عرق و رگش که باز از خون میه، خون بیز نظر جای کسی به نجاست غلیظ است. غیر از محل حیض زن دیگهش پاک است. سرتان خلاص شد. دیگه ابن عمر زنه گفت که تا زمانی که زن جنوب و حایزه نباشه آب پسماندش حلال است. اگر زن جنوب و حایزه باشه گفت ناپاک است. این سخن ابن عمر جنوبان که گفته مخالف چند اثر دیگر می باشه. این سخن ابن عمر صاحب مخالف چند اثر و چند نقل قول دیگر اگر بکنیم این مخالف می باشه. پس که مخالف قرار گرفت بنان این میگه متروک العمل هست. مثلا حضرت عایشه زنها میگه کنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم، من و رسول الله من اناء واحد و نحن جنوبا. دیدی؟ و نحن جنوبا. کنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم من اناء واحد و نحن جنوبا، ما یا جنوبا بودیم. اگه و اثر پیشنگه کلمه جنوبا صراحت نیست، اینجا صراحت ذکر است. ما جنوب هم بودیم. و نیز حضرت میمونه رضی الله عنها و عایشه صدیقه زنها دیگه حدیث هم هست. می فرماد کنت اشرب و انا حائض، ما می نوشیدم و جنوبم ماهوارم بودم. ثم اناوله، بعد از آن از همون گلاس آفتابی که آب نوشیدم پس از آن می دادم. با کی می دادی؟ به حضرت رسول علیه السلام. باز نبی السلام چه میکرد؟ فیدع فاه علی موضع فیه. باز حضرت رسول گرامی تو میپالید که عایشه خانم از کدام طرف جام و گلاس آب نوشیده، در حالی که ماهوار بودم آب نوشیدم. باز فیدع، باز رسول السلام میمون فیه علی موضع فیه، دانش را بجای دان من ماهواری که آب نوشیدم در استقامت میمون. و حدیث دیگری هم از رسول السلام آمد، حضرت عایشه صاحب آب می نوشید، گفت ای عایشه به من باقی از آب پسمانده تا بمان. پس اومگه جستجو میکرد که از کدام اطراف گلاس و جام آب نوشیده که حسن معاشرت با محبت زن شوهری اشاره میکنه. خب اونجا خب پاک بود. اینجا چی میگه؟ فیدع فاه علی موضع فیه، میمان دهنش را به جایی که من آب نوشیدم. اینه یه حادث و این اثرها ثابت میکنه که زن حائزه، زن جنوبه حرام نبوده، پاک است. و این ازی فهمیده میشه. چی میکرد؟ فیشربو، پس می نوشید از اون موضوع دانی ما حایزم بودم دیگه. و تعرق الارق و انا حایز، و می چکاندم ما عرق را در حالی که ماهوار بودم. فهمیدی؟ ماهوارم بودم، ما عرق از جان میمد. ثم اناوله، بازم در صورت عرق داری خودم من گلاس برش میدادم، بازم می نوشید. خب نظر به دلایل اکثرین مردم عمل حضرت ابن عمر که در یک جز گفته که اگر جنوب باشه، ماهوار باشه، پس خوردش حرام میشه یا پسماندی و آب وضوش حرام میشه، ایره ترک نمودن. سر شد ایره ترک کده، گفته قال فعل قابل عمل نیست. حضرت ابن عمر صاحب امور فرموده در او وقتا اشاره به این کرده که او قدر نظافت ها میگه درست نبود، به خاطر تهدید سرزنش گپ زدگیسته، وگرنه حلال است. خود رسول الله حدیث فعلی هست، عمل فعلی رسول علیه السلام است که با خانمش و یک جا غسل کرده و وضو کرده.
این مطلب خلاص شد. خب از بیان ازی که ارجلو گفتگیستنه از فهمیدمش که يجوز ان يغتسل و يتوضأ بسؤر المرأة، یعنی يجوز الغسل والوضوء والشرب بسؤر المرأة مطلقا. حاصل گپ پس خورده زن برش وضو کردن، برش غسل کردن، از آب پس خوردش نوشیدن مطلقا جایز است. مطلقا پس خورده آب زن، باقی مانده آب وضوی زن مطلق حلال است، هیچ باقی نداره. مطلقا معناش چیست؟ سواء کانت صغیرتن او کبیرتن او مسلمتن او کافرتن او طاهرتن او حائزن او نفساءن. سواء کان مطلقا. نفهمیدی؟ زنکی که پس خوردیش یا باقی مانده آب وضویش برای مرد حلال است، مطلقا جایز است استفاده بکنه. مطلق معناش چیست؟ زنکه طفل باشه، زنکه کبیره باشه، زنکه مسلمه باشه، زنکه کافره باشه، زنکه کنیزکه باشه، زنکه حره باشه، زنکه طاهره باشه، زنکه حائزه یا نفساء باشه. در کل صورت ها جایز است. میگم قل بخو. فهمیدی؟ چرا پس خورده زن پاک است؟ لان سؤر الآدمی، سؤر الآدمی یا سؤر الآدمی؟ لان سؤر الآدمی اسمي أنا، لأن سؤر الآدمي طاهر في نفسه، في ذاته في نفسه. پس خورده انسان آدم پاک ہے بلا کراهیت في استعماله بالاتفاق. لأن سؤر الآدمي طاهر في نفسه بلا کراهیت في استعماله بالاتفاق. اتفاق علما هست پس خورده انسان پاک است مطلق فی نفسه فی ذاته، بدون کراهیت، بدون کرک، بدون زشت شمردن، بالاتفاق. چرا؟ لأن لعابهم متولد من لحمه، زیرا لعاب دن انسان متولد از لحم و گوشت انسان است. خب وقتی که از گوشت متولد شد، گوشت انسان نبخور دیگه. میگه نه ولکن لا یؤکل لحمه، لکن خورده نمیشه گوشت انسان را. چرا خیلی نمیخوره؟ لکرامته، لکرامته. یک مولانا صاحب پیش بلخ صاحب رحمت الله آمد، گفت من بسیار امیتو نظیف هستم، چی هستم؟ در پالی یک قومای از گجور گفتنی که قوم از انسان ها، انسان هم آدم مسلمان. گفت از سالنگ تیر میشدم طرف مزار میامدیم از کابل، در پاله میشته بود عرق کرده بود. دموجه موتر استارت شد رفتم، گفت دون درات تنبا نکشیدم، لنگ زدم، گفت خدا ششتم هزار ششتم. باز بلخ صاحب بارا گفت بسیار لوده مولا بودی، گفت بسیار حرجدار مولا بودی. عرق خر حلال است، با عرق آدم یک مسلمان حرام است. دیوانه. فهمیدی؟ این رقم شیخی مزه نمیده. فهمیدی؟ اوله شریعت میگه فی نفسه مطلقا، پس خورده انسان عرق انسان حلال است. ولیکن چرا حلال است؟ لان لعابهم متولد من لحمه. تو که از این گلاس می نوشینی، اما لب و دهن انسان رطوبت داره، لعاب داره، آب داره. این تو که می نوشی تاری دهن لب ده گلاس میمونه. اینمی لعاب انسان متولد از لحم انسان است، پس حلال است. خیلی گوشت تو که آب دهن از او تولد شده، چرا گوشتت حلال نیست بخوریم؟ گفت لکن لا یؤکل لحمه لکرامته. انسان الله معزز ساخته، مکرم ساخته، گوشت از از لحاظ کرامت کسی دست نزنه. مثلا ازواج مطهرات رضی الله عنهن مادران ما شماست، از لحاظ از که مادر ما شماست حرام است با اونا غیر رسول الله سلام کس که تزویج ازدواج بکنه، کاملا حرام است به هر عنوانی که باشه. انسانم به هر عنوانش به خاطر کرامتش حرام است که گوشتش بخورید. چرا؟ لا لخبثه، به خاطر کرامتش گوشت انسان حرام است، نه به خاطر که خود انسان خبیث باشه. لکن یجوز جایز است. چی جایز است؟ پس خورده ایش، پس مانده ایش هیچ مشکل نیست، حلال و بدون کراهیت استفاده جایز است.